نمیفهم سوپرمن چه عشقی میکنه. هر روز اینا تجربه میکنه سوپرمن. امروز قرار پرواز کنیم. این پرواز نه، قرار واقعا پرواز بکنیم. آره قرار بریم یه جای خیلی خفن که جاذبه رو دیگه حس نمی‌کنیم. قرار به نیوتن بیلاخ بدیم. بریم پرواز کنیم. آره ذوق شده. قراره واقعا جاذبه رو حس نکنیم و پرواز بکنیم. بزنید زیرمون بریم بالا. حالا چیه در ادامه خواهید دید. نمیگیم بهتون تا ببینید. بچا لایک ویدیوتون نره، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. دورتون بگیرم این دکمه سابسکرایب بزنید، دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغل رو حال بزنید. هر موقع ویدیو چپ یوتیوب تو هر روز که کامتالا ویدیو گذاشته و بیاین ببینی. قربون همتون برم. بریم پرواز. نه بزن بریم. ما سوپرمنیم. سلام ارشد، حال شما؟ بله حتما. هر کدوم یه دستبندی دارید، روش یک عدد نوشته شده شماره در کمدتونه. خب وزنتون رو یک نفر بهم بگید. 78. من استرسی گرفتم، چرا میکروفونو گرفتم رو برم. خب بریم واسه عوض کردن لباس. نمیدونم چه هر جا میریم این لباسه البته باید بدن دیگه. شبیه اتاق فضاییاست رختکن هیچ. یه قطعش کن. بچه‌ها ما یه دور لخ شدیم. این مسئولش اومد گفت داری چیکار میکنی؟ بعد با لباس اینا رو میپوشیدیم. آره. بعد دوباره پوشیدیم دیگه دوباره. بدون لباس نباید پوشید. آره. قیافه آقای خیلی بامزه. چیکار داری؟ اوه سوپر. آقا ما هر دفعه داریم به یه ابرقهرمان تبدیل میشیم. به نظرت اسم این ابرقهرمان چیه؟ تو این ابرقهرمان میتونیم پرواز کنیم. اوه آره. یعنی سوپرمن قشنگ باید بیاد جلومون لنگ بندازه. یعنی داشت سوپرمن. قرار جاذبه رو بگیم بابا جاذبه. خیلی درست خدایی. این بابا نمیتونی چیکار کنی؟ آخ زیپ بی پدرش گازم گرفت. از بس گاز گرفتنی. واقعا خودم بدم اومد. یا گازش بگیر. اینو گفت میذاریم تو کمد. اینی که اینجاست و دستبنده. الان ببینیم یعنی وا میشه الان. قانون کارما یه چیزیه که واقعیت داره. خب دوستان امتیاز این مرحله رو از دست دادیم. امیدوارم وسایلمون رو بهمون بدن. میری صداش کنی؟ عزیز یه لحظه میای این کموده داستان خورد. اوه الان درست گذاشتم ولی باز میگه اشتباهه. آقا تر زدم. 4 من 8 اوه پوری؟ من قربونت برم ببخشید بی دقتی کردم، شرمنده نوکرتم. بچه‌ها 8 خیلی شبیه 4ه. یه آدم البته آدم فکر نکنم ممکنه اشتباه کنه. فرشتم. یه بریم. بچه واقعا قبول دارم ریدم دیگه. آقا چی بگم؟ خیلی ریدم. اوکی بریم. آقا کلاه ما رو بده. دست درد نکنه. نوکرم. عشق ما. مهمترین چیز حالت بدنه. باید به چه شکلی باشه؟ پاها باز، لگن جلو، سر بالا، دستا بالا. خودتون رو با این علامت رها می‌کنید داخل. اگه نزدیک شیشه‌های اطراف شدید یه هول کوچیک. 3 تا علامت مهم داریم که باید به خاطر بسپارید. 1 یعنی سر بالا و 2 یعنی جفت پاهاتون رو صاف کنید و صاف نگه دارید. و این علامت هم مخالفشه، یعنی یک کوچولو پاتون رو خم کنید. خودتون رو با این علامت رها می‌کنید داخل. و همون حالت رو حفظ می‌کنید. سوال چیزی دارید؟ مثلا نمیریم تو رندشیم یا همچین حالتی نه. ماشاءالله نیوا. این حالتی رو آفرین نیوا. خیلی تو نقش فرو رفتی داداش. این یعنی پامو خم کنم. انجامش بدید. دیگه اینجوری بالا نمیاد. پا باز، سر بالا، میدی جلو، اینجوری. حله. اوکیه. به این صورت عالیه. بیا یعنی دیدی؟ تو فقط باید ببندی اون تو. نه خوب بودم استاد، حتی بهم چیزی هم نگفت. دیدی ناموسن. خب گوشگیراتون رو همه در بیارید باز کنید. گوشگیر داریم؟ این پاستیل میونه میشه شبیه ترامادو. خور اینجوری. بعدش عینکاتون رو بذارید. کشش بعد از حالت عادی صفر باشه. چی جالب هیچی نمیشنم. یکم باعث بشه شنواییتون کم بشه. کر شدم رست. روی گوشمون هم باید بیادیم؟ ها؟ هیچی تو همینجا حالت عادیش هم نمیشنوی. یه نمیشنوی شنیدم. همونو گفتم. ها؟ پشت خط وایس سمت من. با هم بریم؟ هیچی تو همینجا حالت عادیش هم نمیشنوی.
لباس خلبانی پوشیدم. امشب خلبانم. یه بنده خدایی بود در شغل شربتی کردم. اوه. استاد ببخشید من استادم اینجا همه از دست ما آسی میشه. من قشنگ کر شدم. استاد خیلی کرد تو. میدونی گوشمو دارم میگم. زیاد حالت نمیشه ولی عادی هم میشنوم. بچه‌ها نیما هیچی نمیشنوه. چه برسه به این که الان دیگه این گوشه. نه الان دارم میشنوم چی میگه. الان فاصله‌ام نزدیکه. الان داریم آماده میشیم که جاذبه رو بگیم. آره همون صحبتایی که قبلا کرده بودیم. چطور بود؟ نمیشم وایسا. چطور بود؟ وای عالی بود. استاد چقدر خفن بود. فوق‌العاده بود. اصلا آخرش هم که خودت حرکت دادی نه. من وقتی اینجوری اومدی بی حواس کردم. من خیلی تو کنم گند زدم. نه گند نزدم. من بهتر بودم. نه بابا من بهتر بودم. استرس داشتم آره. خیلی حال داد. استاد خوب بود. آقا بزن قدم. من استادم خوب بود. شورم زیاد. من قربونت برم. بچه‌ها خیلی الان تازه میفهمم سوپرمن چه عشقی میکنه. آره واقعا خیلی هر روز اینو تجربه میکنه سوپرمن. خب الان نوبت محمد دی. محمد جان کاراتو بکن برو بریم. خب محمد الان آماده پروازی قراره بفهمی سوپرمن چه حسی داشته. خیلی آفریه مربی خیلی خفنه. خیلی حرکت‌های خفنی زد. مثلا محمد یه فیلمبردار پرنده، فیلمبردار آبی، فیلمبردار کوهی، آره همه چی هست. یه سری اوقات گاف میده که اونم خودمون اوکیش می‌کنیم می‌دونی؟ عیب نداره. آماده الان بکنم بعد وایسی استاد بیاد ببین چی میگه. بچه‌ها این استادمونه این با این محمده. این استادمونه خب مربی تام کروز بوده. این نقشای داستانی محمدو بغل کرد. این مربی تام کروز بوده یعنی تام کروز خیلی کارش درسته. الان ببین داره میگه یک سر رو به جلو ماشاءالله محمد این بازیکن میباد. من همش دوست داشتم مثلا استاده از ما به عنوان اسکیت بورد استفاده کنه بیاد بشینه رو آره. محمد داره میزنه تو در دیوار با مخ محمد همچنان شکلیه فقط. هیچ واکنشی نمیدونم. اوه ببین میگه نگیر اونو. سر رو به جلو پاساف. آها میگه پاساف. احسنت. ولی گفت من بهتر بودم. خب بابا ببین بچه من کلا تو کارهای هیجانی خیلی نترس و بهترم. باشه
جیگر من اصلا مشخص بود تو خیلی با هوا موندی. آجی صدای جیغ همه جا میومد. صدا داد من میومد. آره صدا داد تو هم میومد. خیلی بالی بود. آجی خیلی باحال بود. فوق‌العاده بود. محمد بالاخره دهنشو باز کرد بچه‌ها یه لحظه خندید. وایسا بگیرمش. نمیخوام درونه عوض کنم این زنهاشو از دست نداد. ها آرکیو بزن بهش. آقا بزن وسط کمرش بازم. چرا بند ها تمام. استاد کارش درسته. چطور بود؟ خیلی خفن بود. انقدر پوکر بودی؟ یه لحظه فقط نمی‌جا شدی. باقی همش واقعا وای خیلی عالی. خوب بود؟ سوپرمن دیدی چه استی داره؟ آره خیلی باحال بود واقعا. تمرین کنی خیلی حال بده. آره واقعا دیدی این آدم چند بار بیاد. استاد هیچ حرکتی زد آخرش. واقعا این تیکش که اینجوری رفت بالا با صورت و مندونو خیلی خیلی خفن بود. کلا کارش خیلی چیز درسته. خفنیه. عالی بود. من خیلی خوشم اومد از این. فوق‌العاده بود. بچه‌ها این بود از تجربه پرواز ما. خیلی باحال بود. الان واقعا می‌دونم سوپرمن چقدر قشنگ حال بچه‌ها کنه. اون حس پرواز و اینکه جاذبه میره تو رو جاذبه حس رو دیگه حس می‌کنی. می‌کنی. میری بالا رو حس می‌کنی اونجا. خیلی باحال بود. اینکه خیلی جاذبه رو خفنه. نقد کردیم. خیلی ببین به مقصد اون لحظه که اینجوری بچه‌ها میری تو یه صحبتی میره بالا. دارم با آقای نیوتن. فیزیک رو ریدی به ما ولی ما جاذبه رو کنسل ببین کردیم. ما از سوپرمن هم سوپرمن تریم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. دورتون بگردم تا ویدیو بعدی. همینجوری بچه‌ها دمتون گرم. عشق منید. خدا نگهدارتون. بوس. حالت چطوره؟ خوبی؟ حالت چطوره؟ بده من گوشی تو. بریم. خیلی خوشحال شدم عزیزم. دورت بگردم. قربونت مراقب خودت باش. خوش باشه. بگذره شب عزیزم. بخیر. خداحافظ. نگهدار. بریم. امروز قراره بریم فضا. نه یه بار دیگه پرواز کنیم بریم فضا چی؟ بابا بریم.